با عرض احترام مجدد حال تلفن‌های شما را میگیرم خواهر و برادرای عزیز به مدت یک ساعت دیگه که موضوع دیگه نبیه. بله دیرنجرگه بفرمایید، صدیق متین در خدمتتون است. بفرمایید برادر. بله برادر بسیار عزیز گرامی، دوست داشتنی همه ملت با غیور افغانستان و مؤسس دیورنجنگه و تمام هموطنای عزیز، هموطنایی که وطن دوست دارند و همچنان دکتر صاحب هاشمیان. ما پیشنهاد ما است که همین دکتر صاحب هاشمیان بسیار صحبت‌های شیرین میکنند، یک شخص بسیار صادق و راستکار است. اگر ممکن باشد همین دکتر صاحب هاشمیان به حیث رئیس جرگه دیرین امریکا و همین غرب تعیین شود، بسیار موثر است به خاطر از اینکه اونا بسیار تجربه خوب دارند و بسیار زیاد اهل قلم هستند، اهل دانش هستند، بسیار میدانند این مسائل. همین یک پیشنهاد من بود و سلام احترامات همچنان مکرر به شما هم تقدیم میکنم. زنده باشید صاحب، لطف کنید صاحب. آقای متین میگه در کف مردانگی شمشیر میباید گرفت، حق خود را از دهان شیر میباید گرفت، تا که استبداد سر در پای آزادی نهد، دست خود بر قبضه شمشیر میباید گرفت. بهر مشت سیر تا که یک جهان گرسنه، انتقام گرسنه از سیر میباید گرفت. فروخی را چون که سودای جنون دیوانه کرد، به تعقل حلقه زنجیر میباید گرفت، حق خود را از دهان شیر میباید گرفت. گرچه پاکستانی ها که هستند که یک روبا هستند، فقط پوست شیر را جان خود کردن. آقای متین، مسئله دیرنجرگه که شما ایده پیش میبرین تا 2 سال 3 سال یا 4 سال، این در اصل مچ میره شما متوجه هستین فکر کردین دربارش که این مقابله با دولت پاکستان دارای سلاح هسته‌ای و اتمی که بیش از 1 میلیون استخبارات و میلیاردها دلار جزیه گرفتن از امریکا به بهانه و انگیزه ازی که القاعده و الفایده را ما از بین میبریم، ایره به دست میارن. و از جانب دیگه هم از افغانستان مرکز تجارتی پاکستان میباشد. روزانه میبینیم که روزانه بین 3 الی 4 هزار محموله های مواد متنوع از پاکستان داخل افغانستان میشد. اینا دلیلش چیست که اجنت هایی که در مقامات بلند دولت افغانستان کار میکنند نظر به دستور پاکستان اینا نخواستند که با سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان اینا فابریکای تولیدی بسازند تا باشندگان کشور ما و 200,000 عساکر خارجی که این مواد نوت و لنگور اینا میخرند از او استفاده میکردن و برای 2 میلیون انسان باید شغل پیدا میشد و حداقل 50 الی 70% افغانستان خودکفا میگردید. ببینید هنوز هم حتی پوقانه، جرنگانه و خریدهای پلاستیکی و هزاران قلم ادویه های بی‌کیفیت پاکستان به کشور افغانستان وارد میشد. این جای بسیار زیاد تاسف است. بنابراین ما مقاومت و مقابله که شما تا کنون تا 3 سال یا 4 سال نمودید، این نماینگر صداقت، راستی، وطن دوستی و اخلاق نیک شما را در قبال دایه ملی نشان میداد و این اشخاصی که به ضد شما توطئه میکند خود واضح معلوم میشه که در این مسئله بسیار زیاد مسائل پولی بسیار زیاد میلیاردها دلار شاید در این موضوع مطرح باشد. این فکر کنم امروز آقای متین که در افغانستان یک بسوه زمین امیاله، یک بسوه زمین بین 10,000 دلار تا 30,000 دلار است. این شکر خدا زمینایی که خط به اصطلاح خط ایران از شما مثلا جدا شده، این ببین که مثلا 1 میلیارد جریب زمین است که اگر 1 میلیارد جریب زمین تو ضرب 1,000 دلار بکنید چقدر ارزش داره. بازی خاک ماست. پشتونها را ببین که پشتونای این طرف و اون طرف گرفتن، پشتونا را یک خط در بینشان انداختن که جدا ساختن، در حالی که هیچ وقت هیچ افغان، هیچ وطن پرست هیچ وقت نمیخواد که این افغانا از هم جدا شوند. بالکل افغانایی که در اون طرف خط سرحد است و این طرف خط سرحد هستند اینا همخون هستند و هیچ وقت مثل آب امی آب هیچ وقت آدم جدا کردن نمیتواند. حتما یه به حقیقت میپیونده و کسایی که به ضد شما توطئه میکنه رویشون سیاه میشد و ما پیشنهاد است که همین توطئه‌گران، همین خائنین ملی خائنین ملی را که به ضد دایره ملی افغانستان اینا به ضد شما توطئه میکنند، اگر یک
چند نفر از زیر شما انگشت نما را میذارن، نامش بگیرن که ما و تمام بیننده عزیزی این جنایتکارا و خیانتکارا و مزدورای اجنبی ها و پاکستان اینا بفهمن. دیگه من بازم تشکر میکنم از شما تمام. شما مایوس نشین. 28 میلیون نفوس افغانستان که وطن خود دوست داشته باشند او با شما هستند. زنده باشین صاحب. شما هستین، ما در خدمت هستیم. زنده باشین. بسیار زیاد رویتون میبوسم برادر گرامی. السلام علیکم صاحب. سلام علیکم. بله برادر گرامی، دیورنجرگاه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. ما تلفن هایتون حالا میگیرم برادرها. بفرمایید برادر. بله سلام علیکم. السلام علیکم برادر گرامی. امر کنید برادر. تشکر. زنده باشین. من میخواستم که در رابطه با این خط دیورند یک چند کلمه بگویم. افغانان ما که در افغانستان هستند و در خارج از افغانستان هستند میتونن که یک کتاب را که آقای محمد صدیق متین نوشته کردن در رابطه با افغانستان از 1000 قبل تا 2009 نام کتابشان است که در افغانستان در آینه اقتصاد و سیاست. اگر این را مطالعه بکنن در مسئله افغانستان امی به خیالم کتاب از آقای صدیق شده، نه متین. ما کتاب نوشته نکردیم تا بالا صاحب. این از صدیق و از محمد صدیق است. بله این کتاب نوشته کردن و این در افغانستان چند جلدش رفته و اونا بسیار تایید کردن در افغانستان اقتدار و این رو میخواد که افغانا بخوانن و بشناسن افغانستان خدا و ببینن که در جهان و در افغانستان قبلا چی مسائل بوده و امروز هم هست. بسیار. و مسئله خط دیورند در اونجا بسیار به صورت فشرده و بسیار واضح تشریح کردن. بسیار زیاد تشکر برادر گل، لطف کردین صاحب. کدام چیز دیگه میخواین بگین؟ من میگم که افغان‌ها باید متوجه باشن که دیورند خط تمهیدی است و این بالای افغان‌ها تحمیل کردن و هیچ وقت قابل قبول نیست، به خاطر از اینکه در مؤسسه ملل متحد در اونجا یک سند هست که هیچ کشوری که تصرف شده باشه و او اگر یکی از مایل‌ها را امضا میکنه او قابل قبول نیست. بالکل. برای اینکه تصرف شده است. افغانستان در وقتش مستعمره انگلیس بوده و سرش تحمیل کردن این خط دیورند و این قابل قبول نیست. بله. هر وقت که مملکت یک زمان امور مملکت یک کسی بگیره که از طرف ملتش تعیین شده باشه و اون سند قابل قبول است، نه خط دیورند قابل قبول است از طرف افغان‌ها و افغان‌ها متوجه باشند که این خط دیورند مسائل اقتصادی ما را بسیار بالا میبرد و مسائل زندگی شخصی و اقتصادی ما بسیار به این رول دارد. نباید این قبول بکنن و هر کسی که به این مسئله ضدیت به کار میاره اونا کسایی هستند که وابسته به پاکستان هستند و باعثهای پاکستان هستند متوجه باشن که همیشه حق به جای خود میرسه. هیچ وقت نمیتونه که جای غلط به خود بگیره. بالکل. تشکر برادر گرامی، بسیار لطف کردین صاحب. زنده باشین صاحب. تشکر از اینکه این پروگرام شما اینقدر قابل قبول است که افغانستان را دوباره زنده ساخته و ملت پشتون ما، ملیت‌های پشتون ما همیشه بیدار باشند که نباید یک بلیت خاک خدا برای مردم پاکستان بفروشن. بالکل. زنده باشین صاحب. رویتون میبوسم. زنده باشین. تشکر برادر گل. السلام علیکم صاحب. دیورنجرگاه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. سلام علیکم متین صاحب، سلامات خدا به شما تقدیم میکنیم. بعد از اطلاعات متین صاحب پشتو خبری وکا ورورا، پشتو خبری وکا دا د دوران د کرخي موضوع دا خو انګريزانو له افغانستان جدا کړی ده. بله. آیا په دې کې خو انګريزان ډېر رول لري، انګريزان ډېر رول لري. تاسو د انګريزانو له پارلمان له غړو سره غږېدلې دي. دغه نظر په دې مورد کې د انګريزانو څه د هغه انګريزان په دې کې ډېر رول لري، خاطر دې چې پاکستان هم د انګريز نماینده ده، د نشانده دي انګريزانو د حکومت هم دي، انګريزان هم چلېږي. په دې خاطر انګريزان په دې موضوع کې څه نظر لري، څه وایي د دغه په مورد کې یو څه معلومات راته راکړي په درناوي. ژوندی اوسئ. سلام علیکم. ډېره مننه. شما خبر دارین که دولت انگلستان اعلان کرد که ما مناطق را که گرفته بودیم در او زمان
مناطق باعث مناطق استراتژیک استفاده میکردیم که منافع دولت انگلیس برآورده بسازه و ما از ادعایی که پاکستان میکنه با ادعای پاکستان موافقه نداریم. ما با ادعای افغانستان موافقه داریم برای از اینکه خاکایش است و تنها وقتی که ما موافقه میکردیم در اون زمان کولد وار یعنی جنگ سرد بود، چون ما پاکستان ضرورت داشتیم. امیال خود انگلستان پاکستان مثل یک گوشت گنده در گردنش آویزان است و اینا میخواین که می گوشت گنده رو اون طرف پرتن و این حرکت خود ما کردیم. در لندن رفتیم، باز هم ما میخوایم که یک خط و یک پیشنهاد به دولت انگلیس روان کنیم که کار ما میکنیم انشاءالله. دیوران جرگه صدیق متین در خدمتتون از امر کنید صاحب. السلام علیکم صاحب. حاجی فیضی حاجی صاحب با شما به تماس. السلام حاجی صاحب، صحبت کنید صاحب. شما خوب هستین؟ زنده باشین، رویتان میبوسم، امر کنید صاحب. برادر قدم هرچی توطئه‌ای که در مقابل شما میشه حاضر جلسه بودم. هیچ کدام سند ما از این دوستا که اونجا شیشته بودن و هر حرفی که زدن مثلا هیچ چیزی ندیدم. اما تو مردانوار صحبت میکنم، باز هم صحبت میکنم. صدیق متین این دایه را پیش میبره. این دایه مربوط هر فرد افغان است، مربوط هیچ کس شخصی نیست. هیچ کسی را برای خراب بودن نمیتونه. هر کسی که را خراب کنه به مقابل ملت این مسئولیت داره. زنده باشی حاجی صاحب گل، زنده باشی. ما هم یک صحبت میکنیم بسیار کوتاه برادرها، اگر میتونین چیزی کمک بکنین به ایدای ملی و این مردم میخواه که ایدای ملی را چی شود، شما میتونین که یک رو بتین ببینین که ما ایدای ملی را به کدام اندازه ما میرسانیم به شما، یا $1 هر چی کمک کرده میتونین. بالکل انشاءالله. زنده باشی حاجی صاحب، روی تا میبوسم. کل سلام بگین. محترم. السلام صاحب. برای از اینکه لینا میکفه ما از کل برادرها را میخوایم حق مساوی بیتون. حالا صدیق متین در خدمت امر کنید صاحب. بفرمایید صاحب. بله. خواهم وطن بقای تو را از خدای تو، خواهم وطن بقای تو را از خدای تو، تا جان به تن مراست بگویم ثنای تو. این نکته دلکش است که دارم هوای تو، راز بقازگر که بمیرم برای تو. برادر محترم ستانگزه هستم، از حالا شما زحمت میتم. السلام علیکم. پیروزی خط تحمیلی دیورند، پیروزی و موفقیت شما را از خدا تمنا دارم. زنده باشین صاحب، زنده باشین صاحب، لطف کردین. ما بگوییم که شنواری صاحب رئیس دیوران جرگه بلژیم و استانگزه صاحب رئیس دیوران جرگه هلند، ما در فرانسه تعیینات خود کردیم و در جرمنی خوب تعیین کردیم صفدرخانه و در لندن ما تعیین کردیم پیر ریاض. دیگه ما میخواستیم موضوع رو بگیم، باز موضوع دیگه رو تشکیل. حالا ما تنها تلفن ها شما رو میگیرم. بله صدیق متین در خدمتتون از امر کنید صاحب. بله بفرمایید صاحب. بله بفرمایید صدیق متین خدمتتان است. بله سلام علیکم. السلام علیکم لالای گل، خوب هستید؟ سلام علیکم صدیق جان. در احترامات خدا خدمت شما و خدمت تمام افغانای محترم خود لربر تقدیم میکنم. زنده باشین صاحب، زنده باشین، خدا شما را خیر بده. امر کنید صاحب. صدیق جان متین زمانم داوود شاه افریدی دا خپل سلامونه به تکرار وبخه. خپل سلامونه و نیک هیله تاسو محترم او ټول قدمانو لربر افغانانو ته وړاندې کوم. ژوندی اوسئ صاحب، زموږ د ایران د مجلې په هکله قابل تقدیر و تمجید ده. ژوندی اوسئ صاحب. خبرې بلند کوم، هر څوک چې د افغانانو په دغه مشروع حق باندې سترګې پټوي او منفي تبلیغات کوي، په اصل کې د امیر د شاشیات المسیح د خاین عبدالرحمن خان شریک د جرم دی. بالکل صحیح. دا خلک په حکم تاریخ محکوم دي موته. دا خلک د افغانانو خلکو نمایندګي نشي کولای. دا بې هویته، بې غیرته، بې شخصیته خلک دي. دا اصلا هویت افغاني نه لري. دا یا مهاجر د ایراني دي یا مهاجر د هندوستان دي. دا خپل دستور د بازارانو غږیږي. موږ تاسو په دې باندې ډېر غږیږي او په دې باندې ټول خلک پوهیږي. په هر ترتیب خبرې بلندوم چې لپاره د نور خلکو مخ ونه نیسم. نه خبرې کولای شي وګورئ ورجانه. ډېره مننه. دغه یو سامخ کې دغه کلپ هم چې تا یې خو پښتو کلپ دغه هغه یو سامخ کې دغه کلپ هم چې دغه
و خبر می اوری آقا اورم بفرمایید بفرمایید. دا کلیپ هم چې د غازی عجب خان افریدی پاک لده. بالکل. غازی عجب خان افریدی لکه چې یای د افغانانو بعضی وختي چې د کوزي پښتونخوا افغانانو اصلا په دغه مسایل کې اصلا غږ نه وشتي. دا خلکو هلته خپل سرونه ورکړي دي. دا خلک دغه نه بل اخره مهاجر ټولارو په سمت شمال ته. زه اسناد لرم کار څنګه افغانان غواړي د سقاو په وخت کې د خلکو جنگیدلي دي. زه اسناد لرم. خوش خای پاتې چې هغه باندې نه غږی ګذر دغه خلکو المسایم زه بیا ته وایم چې مو خلک دغه خپل مشروع نه هیڅ وخت نه تیریږي دا چې تاسو چې دغه کوم افغانان دغه خپل غږ چې شتوي دا چې خاینان هرڅه شوی وي دا مو قابل تقدیر تمجید مو په تمام ویارو راوځه په خبره به څه لاندې کوم د عمود تر باسین د لوی افغانستان بلخ بدخشان بلوچ و بولان په حواله دی احمد خان دوران و میویس خان اپریدی غازی غلام حیدر خان عجب خان شازده خان دریا خان تاریخ منلی پیژندلی سرحدونه سنگرونه را په شریک کور هویت د هر افغان ده خپلواک لوی افغانستان ویار د هر افغان ده د عمود تر باسین د پښتون د ژبې کبلوچ د عمود تر باسین د پښتون د ژبې کبلوچان دي ټول یو خاوري بچي یو افغان دي څوک چې نه مني ملي خاینان دي بالکل وخت نه نسل ډیر تشکر وکړم دا استم زما احترامات قبول وکړه ګرانه وروره ډیر مننه صاحب ډیر مننه السلام علیکم صدیق متین خدمت امر کنی صاحب صدیق جان سلام علیکم بادارم السلام علیکم عظیم جان چطور هستی قربان زنده و سلامت باشی بادارم زنده باشی خودت زنده باشی عظیم جان گل بفرمایید بیادر که کم وقت داریم که دیگه خوارا و برادرها رو صحبت کنن بفرمایید بیادر برادرم من خودت من خواستم که یعنی یک صحبت ما همراه همیشه شخصی داشتیم ولی در برنامه نخواستم مداخله کنم خلل اندازی کنم صحبت کنم ولی متاسفانه یک راه را که خودت گرفتی برادرم بیشتر همین کسایی که در برنامه دخیل است یا خلقی ها و پرچمی ها و مامزایی ها و پنشیری ها هستن که یا کشور ما را خراب ساختن تو باید یار برادرم یار تجزیه کنی از برنامه. خب عظیم جان من جوابتان میتونم بیادر طور است که هر کسی که صدای خود بلند کنه در مقابل دیورند ما هدف ما چیست اتحاد اتفاق است ما نمیتونیم که ما متشکل از گروپ افغانای خود هستیم مثل که در یک باغ 1000 قسم گل است ما هر کسی که آواز خود در مقابل دیورند بالا میکنه و دشمن اصلی ما پاکستان است و آیسای است افغانای ما پیش ما سر چشم ماست ما سیکو برادر ما را چی تباه کرد یکی را صدا میکنیم که پرچمی است که خلقی است که محمدزئی است که ستمی است که اخوان مسلمین است که طالب است یا سو برادر خیلی کی ماند ما کلتان نور چشم هستین کلتان کسایی که آدم کشی کرده او را من نمیگم کسایی که خیانت کرده مردم کشته و دارایی مملکت بردن من نمیگم کل شما بیادرای هستین کل شما رو من احترام دارم که حتما آمدین در مقابل پاکستان استاد شوین ما غلامتان هستم دیگه این گپا رو بانین بیادر و دیگه ای آخرین دفعه است در برنامه همی کسایی که خیانت کردن توطئه کردن خداوند یارا شرمان خداوند مثلشان معلوم کرد دیگه اید نمیخواهیم که وقت خود تلف کنیم سر از این خائنای وطن فروشا یه تو یک پلان سر ما گرفته بودن اگه ما جواز خود بلند میکردم میگرفتن شما میدن که اینت یک آدم هست و او برادر دیگه که گفت که ما کار احمقانه میکنم کار احمقانه یعنی از خاک که ما دفاع میکنم از بندرهای دفاع میکنم کار احمقانه است دیرنجرگاه صدیق متین در خدمتتان از امر کنید صاحب متین صاحب سلام علیکم السلام علیکم چه حال داری لالای گل خوب هستین شکر از شما از سفر که آمدم اینال شما رو دیدم خوش شدم والا خودت خوب بزرگوارم هستی دیگه باز کدام گله داری یا کدام پیشنهاد داری ما دا پیشنهاد متین صاحب چونگه لوی افغانستان غواړو پښتونستان غواړو دیوران څه کوو دیوران خو دوره ځای ده بالکل بغیر لمنځه یولو بیا همونه ته جیلمه پورې له سنده ښکته اباسین هم ښکته د جیلمه پورې دا د مونږ خاوره ده مونږ لوی افغانستان غواړو باید په دیوران پورې ونه نښلو هغې خواته ګوادر بندر غواړو جیلم غواړو دغه ځای مونږ سرحد ده بالکل والی جان استاخ زما مشر تاسو ته ډیر احترام لرم دایم تاسو ما سره مرسته کړئ متین صاحب خوش شدم که کودکتاچه را دیدم و شب بسیار خفه شدم هیچی گپ شده حالا که تشریح دادین ما هم خوش شدم که دیگر ما دایم میگفتم که
امی مالیا رقم گندنه فروش وریست امی نگی راستی همو کچگی خود کد و ندیسید اندیشه صاحب دلان خواب پریشانی نیست. که ما بر نظر میدادم که امی مردم ها ای برای هر کس میگه فقط شعرش بشنو. این شعر خود گندنه فروش وری گندنه های ساخته بود. پشتونستان به این همه عرض است. زنده باشین والی جان. والی جان زنده باشین. خدا شما را خیر بده. و تلفن های دیگه برادرم میگم روی تا میبوسم اما بزرگوار است سرسفید ماست. خیره که هر کسی یک اشتباه میکنه. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتان امر کنید صاحب. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتان است امر کنید صاحب. السلام علیکم متین صاحب محترم. السلام علیکم لالای گل. خیر و سعادت نصیب بگردان در راهی که خیر که روانید موفق و کامیاب باشید و کسانی که در این راه سنگ اندازی میکنند در این راه سنگ اندازی میکنند و مانع کار شما میشن جز ناکامی و سرخمی. قطع شده نه گپ بزنیم. من میشنوم بله میشنوم. کسانی که در این راه سنگ اندازی میکنند و مانع کار شما میشن جز ناکامی و سرخمی چیزی به دست نخواهند آورد. هر کسی که عقیده و همدین ما باشد برادران ما پشتونهای اهل سنت و جماعت ما هستند. خداوند بزرگ عقیده ما و شما را خراب نکنه. در قدم اول عقیده مهمتر و بالاتر است و خداوند متعال هر چه زودتر این خط تحمیلی را از بین ببرد و ما را با برادرانی که دور از ما از سرحد دو طرف افتیدند یک جا بسازد و انشاءالله تعالی نیت پاک است، نیت قلبی انشاءالله و یک جا شدن و متحد شدن افغانستان است. خداوند انشاءالله هر چیز زودتر تو را کامیاب میساز با کسانی که هم نظر و هم عقیده تو هستند. دیگه وقت گرانبهای شما رو نمیگیرم. خداوند یار و مددگارت. السلام علیکم. رویت میبوسم لالای گل. رویت میبوسم 100 دفعه. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتان است امر کنید صاحب. سلام علیکم. السلام خوارجان گرامی چطور هستی صاحب؟ امر کنید بفرمایید صاحب. شکر زنده باشین. ما در خدمتتان هستم. خدا لباس معقول چی یک پیشان مقبول. زنده باشه صاحب. همین رئیس دیران جرگه خودت باشی دیگه. زنده باشه صاحب. لطف کردین صاحب. زنده باشه صاحب. ما خو خدمتگار همشیرای خود هستیم. دائم بودیم و هستیم و اول نام شما را من میگیرم. همشیره هایم. ما تا سر جان که شما استاد هستیم. زنده باشین خوارجان گلم. امر کنید صاحب. برادر گل ما یک نام برتان میخوانم. همین لسته که شما در میمانی خبر بودین باز بر شما یک پروپاگاند جور کرد. ما برتان بگویم که نظراتی شخصیت دارن و یا استیکاره هستن. بفرمایید خوارجان بفرمایید. شیراهای آریا یک پرچمی مطلق. شریف حمید یک دز پرچمی و یک و دوشت که ما اینجا برتان بگویم سلطانه حمید که خانم عزیز یک لچه که دیگه شاور دوز زنان بد اخلاق پرچمی ها. احمد یک درک دیلر. زایر برکی بیزاد صاحب. بیزاد زایر بیزاد یا یک آدم است که دیگه از همو چوتاره چی و هم دیگه از همو پرچمی های خدا زاده است که ما دمو فیلم دیده میشه که ما تمام از یار با اسناد میشناسم که یا چی کاره هستن. و عبدالرحمن مدی دوز که از یک نفر پیسیش دوزی کرده بود و اینو برکی آلسو آدم بسیار کی و شیطان تر از یا قاصد ماریا که هم شیر میگه هم وطن پرستی تو دروغ نشان میده. دستیسه سر خزانی جور شده بود براتان. بله. ما را به نام یک میمانی خواسته بود. ما خودم میشناسمشان از نزدیک. ما کتشان چند وقت تیر کردیم
شما در جرمنی زندگی میکنین؟ جان شما در جرمنی زندگی میکردین یا میکنین؟ ما در فرانکفورت هستم، حال آمدیم یک جای دیگه میمان هستم خب و هم پروگرام شما را دیدم، بسیار متاثر شدم. بله و ما بسیار تاسف به این مردم میکنم که شما چقدر پافشاری کردین، چقدر خدمتگزاری کردین، تمام خدمت های شما را به هدر بردن و شیشتن به نام میمانی خواستن. شما را از زوات شما معلوم میشد که شما را کدام چیز داده یا قسم معوه ساخته که شما هیچ خدا گم کرده بودین که از نادمای کودن چی بگویی. بله صحبتایتان خلاص شد خور جان؟ جان و در آخر میگم که همیشه زنده باشی، سرفراز باشی، خودت سنگ مانده دیوان جرگه کردی، الهی کامیاب سرسوی سرفراز باشی. ما سر جانم قربان سرتان، از هر چی که بخواین برادرم باشین، ما دریتان دریغ نمی کنم. به خاطر که یک آدم وطن پرست هستین. ما در تلویزیون ملی مصاحبه شما را دیدم، در میز جلد که کارشناسا می باشه در ملی که ملی که باید از اگر شما خدا ناخواسته کدام آدم خائن می بودین شما را در اونجا اجازه نمی داد که سلام صبح بخیر بشینین گپ بزنین یا در میز کارشناسا بشینین گپ بزنین. زنده باشین خور جان، بسیار لطف و مرحمت کردین که وقتتان گرفتین با ما تلفن همایتان خدا بشرمانه، بسیار شوه، خجالت شوه، شما همیشه سرخوی سرفراز باشید. ما به نام رئیس دیوان جرگه شما را بشناسید. زنده باشین خور جان، دستایتان ماچ میکنم، لطف کردین صاحب. تشکر، شما همیشه زنده باشین، جور باشین. زنده باشین خور جان، زنده باشین، لطف کردین. ما هر خدمت که باشه حتی سر ما که یک زن هستم خدمت باشه قربانتان میکنم. زنده باشین خور جان، بسیار لطف کردین خور جان گل، زنده باشین صاحب. قابل تشکر نیست. با امان خدا، با امان خدا. الله ببخشین که قطع کردم، معذرت میخوایم. باز سر از این موضوعات ما کمی روشنی مندازم. ما پسانتر دیوان جرگه صدیق متین در خدمتتان از امر کنین. بله سلام علیکم صاحب. سلام علیکم لالای گل، بفرمایید صاحب، در خدمتتان هستم. متین صاحب هستین؟ بله یا بفرمایید صاحب. ببخشید ما به نام پاچا صاحب یک دفعه کتتان گپ زده بودم از هامبورگ، اگه یادتان پاچا صاحب گل، احترامات ما را قبول کنین، گرامی بفرمایید صاحب، امر کنین صاحب. ان شاء الله. زنده باشید صاحب. ما وقتتان نمیگیرم، فقط هم خبرتان میگم که یک مثل ما و شما افغانا داریم، میگه خر به نمک چی میفهمه. آقای مسکینیار کسی است که خودش معرفی میکنه خدا و گپ زدنایش برای کل دنیا معلوم است که هم دمیخ میزنه هم دنال. بله. و ما دو نفر در زندگی بعدم یکی مسکینیار است، یکی هم علایاری که راجع به اصحاب کبار گپ میکنه. این دو نفر اگر ما گیر کنم چپن حالشان میکنم دیگه. ما شما را به خداوند مسپارم، موفق باشین انشالله که رایتان رای سلیم است و کلگی طرفدار شما هستند. زنده باشین پاچا صاحب، ما احترامات خدا قبول احترامات تقدیم میکنم، رویتان 100 دفعه میبوسم. زنده باشین صاحب. دیوان جرگه صدیق متین در خدمتتان از امر کنید صاحب. بله سلام علیکم صاحب. سلام علیکم برادر گرامی، از کجا تلفن میکنید؟ امر کنید. خوب است. من یک افغان هستم، براتان عرض است که موفقیتتان میخوایم. زنده باشین صاحب. ولو برزو امید بیرق که در پالیستان هست همی سبزش معلوم نمیشه. همی پشت سر دیوال سبز است. چی کرد؟ مبرتان نمیره تلفن کردم که امور اصلاح کنم. اینطور است که نمی پشت دیوال پشت سر ما سبز است، بیرق هم سبز است و معلوم نمیشه. در غیر از او جو بیرق سبز معلوم است همینجا. بسیار لطف کردین صاحب. ابی عرض بود دیگه قبول میکنم. نه من قبول کردم صاحب، ما براتون کوشش میکنم که ما نشان بتون براتون. زنده باشین صاحب. احترامات معلوم میشه. خب من تشویش پیدا کردم که در این وقتی که شما یک رنگ از افغانستان دفاع میکنید باید سبزش پاس کرده باشه. نه سبی بیرق مکمل است، سبزش معلوم نمیشه از خاطر که دیوار پشت سر سبز است، از او خاطر صاحب. اگه نه سبزیش هست اینجا. خب موفقیتتان. زنده باشین صاحب، لطف کردین صاحب. زنده باشین صاحب. دیوان جرگه صدیق متین در خدمتتان است، امر کنید صاحب.
بله لالا متین سلام علیکم. السلام علیکم لالای گل، امر کنین صاحب. لالا متین ما دیدم در جرگه تان که در جرمنی بوده که شما را چیزایی میگفتن. ما با می متانت و جرأت خودت بسیار یک احترام قائل هستم. اول از این که همین نفرای مردمایی را میبینی پروفیسر هستن صاحب گپ ها میزنن دیگه والا یکی از یا یک حزب جور کرده تانسته باشن همینجا میگه شطور دوزی به خم نمیشه، میاین زیگزاگ گپای خود میزنن که برادر ایتور است که او توره یکی از یا یک اقلا خودت خود یک به نام دیورنجرگه یک چیز جور کردی و اونجا در سر تیبل یک چند تا را شانده بودی انوار مثل دموکراسی واره میگفتن که به امی لالا متین نباشه رئیس. خب اونمو خودش یک دموکراسی است، یک حزب است و خودت هم مطابق به مو گپای از و رفتار میکردی. به نظر ما یک نظر دارم لالا متین امیده دیگه من نمیفهمم با می جرأت و با می چیزت که اگه یک حزب جور کنی والا چون امی دیورنجرگه خود دیورنجرگه سال کی بره و پشتونای اوسون سرحد و چون اونجا سرکای قیرام رفته مکتبا رام جور کردن برادر ما اوجا بودیم بسیار اوجا برقام بردن والا اگه واره بگیده افغانستان در مگه زورکشه مگه اینجا بسیار زیاد جنگ از دیگه یک زمان اوجا می باشن. ما گفتم که اگر یک کاری یک حزب جور کنی با این جرأتت والا همین مردم که در اروپا و امریکا اگر بیاین یک با توسط خود جمع شوند که یا بتانن همین گپشان شنیده شود دیگهشان یک سرنوشت پیدا کنن کار خوبی نیست. تشکر لالا نظرتان شنیدم. اینطور است که دایه ملی است مربوط تمام مردم افغانستان است. دایی حزب یک حرکت شخصی است اما چون یک دایه ملی است و او برادرایی که در او طرف سرحد هستند شما خبر ندارین. ما باز بخیر افضل صاحب لالا را میارم دلاین ارباب مجیب میارم ما برادر بزرگوار ما محمود خان چکزایی با ما سلام ها روان کردن ما سلام ها برشان روان میکنم. شما فکر کنین که آیسای یار قبضه کرده اگر می خط دیورند از بین بره و ما آزادی خود بگیریم در اون مناطق و بندرهای ما واز شوه کل ازیا مثل پادشاه وار زندگی خواد کرد. چرا منافع اقتصادی ما رو پاکستان میگیره یا رئیس ما رو کده و یارم کشته 10,000 سران افغان ما را کشتن یا 10,000 او برادر و ما باید موضوعات از نگاه ملی بررسی کنیم. یک برقک میفهمید چه قسم برق از پاکستان یک شم واره و میفهمیم زبان خود گبزه نمیتونن او سرکارم کده آیسای برای منافع خود کده او از خاطر پشتونا نکده خاطر افغانا نکده. خب شما مناطق اصلی افغانا برین غیر خاک غیر کشت و کشتار خاک خون افغان میریزه خون افغان میریزه. دیورنجرگه صدیق متین در خدمتتان است امر کنید صاحب. بله بفرمایید. بفرمایید صاحب. السلام علیکم برادر دلاین هستین بفرمایید صاحب. ما میخواستم امرای آقای متین صحبت نگم. ما این در خدمتتان هستم امر کنیم بیادر گل امر کنید صاحب. سلام عرض ادب دارم آقای متین. عرض ادب بر شما هم. بفرمایید صاحب. برهان خراسانی هستم از گریز صحبت میکنم از یونان. خراسانی صاحب سلام را قبول کنید. بفرمایید یک ذره زودتر صاحب که دیگه لینا بخی پرس میکفه که بعد دیگه برادران وقت بیه. ما میخواستم راجع به میخط دیوران یک چند کلمه صحبت میکنم. بفرمایید صاحب زود شوین که وقت کم است. ببخشید برادر که دیورنجرگه صدیق متین در خدمتتان است امر کنید صاحب. بله متین صاحب محترم سلام علیکم. السلام لالای گرامی ما امر کنید صاحب. خوب هستین صاحب؟ طبعا شما خوب است صاحب احترامات من قبول کنید بفرمایید صاحب. سلامت احترامات. ما زیاد گپ نمیزنم فقط اولین گپ میشه که ما مو تفسیری هاشمیان صاحب از او دفاع میکنم خوب است و کار خوب است کار نیک است که شما کردین. اما محترم متین صاحب امی چند پیشنهاد و یک سوال دارم. اول یک پیشنهاد برای تمام افغانای خود دارم که تلویزیون ها همگیش به سوی جهانی زدن از غلط گفتن این بسیار بد است. بله که متین تایید میکنه هم دلش کسی که نمیکنه هم دلش. بله این که هر کس فکر جدا داره هر کس رنگ مختلف خوش داره هر کسی ایده مختلف. بخی صحیح
این خدمتگار است، هر کس میای و گپ میزنه. اما ما خو از خداوند بزرگ میره میکنم که نظر شما در عمل یک چیز باشه. بله. نشه که مثل آقای کرده باری دیگر آسه باواره این حزبی که نو بر رئیس جمهوری خود یک جای کردن کلخاما که تا دیروز دوزی میکردن، امروز برای رئیس جمهوری خود انتخاب کردن. دیگه این مسائل باید و همین تلفن قطع کردن یک تعداد مردم هم خوشم نمیاد که قطع میشه تلفن سر یک انسان. هر کس نظر خود بده، کسی که تایید میکنه نمیکنه. خب به هر صورت بیخی گفتن صحیح، ما امی کارو ما میکنم و دیگه ای که چون گپ بزنم گپ بزنه که شما از یک چیزی برداشت کنین. بالکل. پاکستان به کورا روان میکنه و نمیفهم جنگجویی، این وظیفه تجار خود ماست که چرا میخره. مردم افغانستان باید نخره او را. دیگه باید حقیقت میگیم صاحب، حقیقت ما زمو کنه هستم صاحب. اگه میگی پشتو کس گپ میزنم، ما به این خاطر فارسی گپ میزنم که لهجه خودت فارسی برای مردوش به تفاوت و تبدیل صحیح پشتو گپ بزنین یا فارسی گپ بزنین، کل دری گپ بزنین یک چیز. بله. این مسئله پشنیستان خود پاکستان تو یک استخوان را بین از جان انداخته که شاید 100 سال می مردم دست پاچاخ ما همسنای خودت شاید بیشتر سن مزیاتر باشه. امی افغان ملتی از امی خط دیرین چیک میزد، بازارها شهید دارید بگیرا. بله. و پاچاخان هم به می ترتیب خوب شرایط برشان مساعد شد، مگه می خط دیرین دست نزدن. بله تشکر. برشان نه تشکر با ما یک جور ما میقطع برات میگم برای خود. یک نفر یک سوال کرد که دیگه سوالای مرا شاید تو قطع کنی. امی یک سوال او روز از پیش یک نفر کرد که امی مسئله شوروی خود در مسئله شوروی مداخل شوی که خسارات امور نگفتی چیزی، حقیقت نگفتی، پس تیر تا سوال آوردی دیگه چیزی. اگر میره برای مردم بگی ما خودم هم دمی حساب پریشان شدم که آیا ممکن شما از روی چیزی گرفته باشین باز پس این مسئله رو اعلام کردین یا نبودین در این کار. من نمیفهمم کدام معلومات ندارم، اگر اینفورمیشن راسن دم باره بتین. خب تشکر. السلام بدارید. به طور است که غرامات جنگی ما شروع کرده بودیم، اما ما تشریح کردم در اونجا که غرامات جنگی از شوروی بخیر وقتی که یک دولت ملی بر روی کار آمد او را با سربرا میکنیم، اما نظر به رجعت موضوع مشکل مردم افغانستان، اما چون فعلا پاکستان فعلا حمله کرده میره و افغانای ما را، خوارای ما را، برادرای ما را، مجتای ما را، سرکای ما را از بین میبره و به این اساس ما میخواهیم که اول همین مشکلات پس کنیم، خاک خود بگیریم، راه بری پیدا کنیم که اقتصاد مردم افغانستان و او وابسته است و حق ما است و خط رجوی را که پیشتر گفتن که موضوعات پنجه یارم و غرامات جنگی و در جای خود است و انشاءالله ما او را سرشته میکنیم انشاءالله. اما شما بیایی نمی کار کنید، افغانستان قصبه نیست و برادر، بیایی شما غرامات جنگی را بگیرین از شوروی. و دیگه ای که کسی که موضوعات اسبیره، من خواهش میکنم که موضوعات اسبیره تره نکنین. هر شخص خوب هم است، شخص خراب هم است. کل ما اتحاد اتفاق یک دیگه ضرورت داریم و باید ما اتحاد اتفاق کنیم. لیلا میکفه و ای که قاصد مالیار یک سرسفید است، ما احترامش دارم. ای که دگاه چی کار کردن، ما بر صورت ما صدیق متین دیرانجرگه در خدمتتان امر کنید صاحب. بفرمایید صاحب. بله دیرانجرگه صدیق متین در خدمتتان امر کنید صاحب. السلام علیکم صاحب. السلام علیکم برادر گرامی، امر کنید صاحب. غفران از سیمان گپ میزنم صاحب. بسیار یک صدای مقبول. واقعا دیورنگ یک مسئله تاریخی افغانستان است. کدام افغان با زیر نام افغان از این کار کردن نمیتونه. الو؟ بله بفرمایید، یک کمک بلند گپ بزنید که آوازتون شنیده شود صاحب. هیچ افغان نمیتونه که از این کلمه انکار کنه. بسیار یک صدای مقبول کشیدین. واقعا یک صدا باید باشه و مردم این مسئولیت‌های تاریخی خود فراموش نکنه. باز هم ما در افغانستان اگر بودیم و نمیتونستیم، قدرت ما نبود در دوره ظاهرشاه که چیز کنیم، پشتونستان آزاد کنیم، مگم به نام پشتونستان واتو، به نام پشتونستان یک صدای داشتیم. واقعا مگم ما باید یک ذره فکرم کنیم سرش. ما یک کوتاه فکری میگم، وقتانه نمیگیرم. میگه خانه مولا نصرالدین دوز رفته. بله. که دوز رفته میگه کلی چیزا را جمع کردم و جای نماز هم گرفت. خب میگه مولا صدایش کرد که او بداره می جای نماز خونگی. خب که وی ما در نظرت کافر آمدیم. ولی پاکستان ایت فکر میکنه
وزیرایش در قلوهو والله واحد در دا میفهمه بفهمه صاحب ها سر ما لیدرشپ اسلام پیش میبره بیخی صحیح صاحب فکر میکنه که ما نو مسلمان میشیم نو ایمان میاریم مملکت یک تاریخ نو داره یک اشتباه کلان پاکستانی همی هم است در این مورد دیگه از او خاطر تو کدام مسئله نیست که تی روسا جدا حساب داریم که تی پشتونستانه جدا به شرطی که پشتونستانه ما را بخوایا حالا ما خب بیازم دامن افغان کلان است های پنشیر میبرم چای میده میشه بیایا بله بله انشاءالله اینطور شده که یک حرکت ملی برای افتاده امی شما فکر میکردین که در شرق میانه امی انقلابای مردمی میاد از هزار سال فکر نمیکنیم انشاءالله ما هم زود امی جریان آمده امی جریان اوج میگیره رشد میگیره افغانای ما فهمیده حتی گفتن کسایی که در ایسای افغانای ما کار میکنن اونا حال فکر میکنن که در ایسای کار کنن نکنن و افغانایی که در عربستان سعودی هستن ما واقعا میگم کسایی که ما کشان گپ زدیم در میدان هوایی کابل یا در عربستان سعودی اینا میرفتن یا میکنن گفت ما کوشش میکنیم که در پنجابای ارتباط نداشته باشیم مالش نخریم که هیچ داد معامله نکنیم دیگه بسیار زیاد تشکر لالای گل زنده باشین صاحب تشکر نیست و صدای مقبولتان تشکر که صدا را کشیدین زنده باشین صاحب زنده باشین صاحب خدا شما را خیر بده صاحب دیوان جرگه صدیق متین در خدمتتان است امر کنید صاحب بله بفرمایید بیادر گل امر کنید بالا شما خوب هستین صاحب خیریت هست صاحب خیر کیست امر کو بیادر نام دلاغای پنشیری است خب ایکان زنگ زدن السلام علیکم دلاغا جان پنشیری صاحب امر کنید صاحب خوب هستین بیادر گل شما بسیار تشکر که تلفن کردی پنشیری صاحب زنده باشی سرمحق دارین امر کو لالای گل بفرمایید چی در نظر فکرتان است صحبت کنید والا ما میگفتم که می افغانای که اینجا هستن می کانادا و امریکا اینمیا نه هیچ کار هم نمیکنن مگن این باره افغانستان بسیار گپ میزنن خودشان انداختن خود اینجا کشف میکنن در باره افغانستان گپ میزنن به شمول خودم خب اگه میگم که اگه زیاد افغانستان 2000 بره افغانستان در اردو اشتراک کنه بیخی صحیح پشتونستان هم بگیریم و مکستان هم از روسیه هم بگیره خود دیگه ما هم نظرت میخواستم در باره اگه کدام گپ بزنی بسیار خوب میشه زنده باشین خب ما گپ شما رو بخی تایید میکنم برای از اینکه ما برنامه رو پیش بریم واقعا ما رفتیم در افغانستان 2 ماه 3 ماه را تیر کردیم که کلگی که برادرها گپ زدیم در اوجا عملا ما فعالیت های خودش انجام دادیم به اصطلاح ما رفتیم در زیر زناخ آیسایش زیر زناخ پنجابیا و ما برادرای افغان خود گفتیم که بیایی برادر که مبارزه را شروع کنیم دیگه اگر افغانستان در خون ما آباد میشه ما خون خود به مردم افغانستان بر افغانستان ما وقت دادیم ما وقت از پیشتر گفتم وقتی که ما از خانه میبرایم ما با من خدایی میکنم یعنی فکر نمیکنم که من دیگه دوباره پس بیایم ما خو نمیترسم اگر می احساس در بین افغانا ایجاد شود در بین ما پیشتر برادرای طالب میگم و پیشتر افغانای ما برادر و نام ماندن طالب بیایی برادرای یک جا شویم که یک جای اتفاق کنیم دیگه موضوعات که ما را تفرقه را اندازی نکنیم بین خود که یک حزبی بگویم یه بگویم واقعا آدمای خوب هم است آدمای خراب هم است او وقت حالسه که شوروی سقوط کرد رفت حزب کمونیستشان رفت تابوت لنین هم اون طرف انداختن او رو هم کلش رو طرف انداختن حالا بیاییم ما شما دیگه سر از امروز شروع کنیم یک حرکت ملی را دیران جرگه از صدیق متین در خدمتتان است امر کنید صاحب السلام علیکم لالا متین السلام علیکم لالای گل ما امر کنید صاحب کمی بلند گپ بزن لالای گل بازار باز که کمی ناوقت از طرفای ما میخواستم برات بگم بازار چند پروگرام لایف هم تو تلفنی داشتی که مردم زنگ زدن خودت و زیاد داشتیم لالای گل در حدود مثلا چند والا دیگه حساب نکردیم دیگه شاید امسال تقریبا یک 35 برنامه گرفته باشم 35 برنامه یک کدو از اون خط زنگ نزد که می خودت راست میگی ما خواهید نفهمیدیم که اون مردم چی میخواد والا ما براتون چی میکنم این نه که شما کاتشان پوت و گپ زدی اون حساب نیست حسابی نمیره نه ما براتون لیدراشون دین کنه افضل لالا کلگی آمد یکی از اون مردم اینم تو
ما هر بیکار کشته یک زنگ میزنه از نه بعد شما آمد که با برادر همین تو راست میگی ما زیر ظلم هستیم ستم هستیم بیا شروع تو بیادر اگر خودت آیسای ببینی فعالیتاش و ای که ما داخل افغانستان هم دیدیم ایران دیدیم کلش دیدیم ما شما خود دیدیم دیگه خب صحیح سر ما آیسا بچی که کارشان نیست که الهیشان مستخصدای خدا بگه حداقل یک تلفن خب پس کردن میتونن ولی ما ایده براتون میگم که او طرف سرحد کلگی برادرها یک حرکت بسیار مثبت در جریان است. شما باز ببینید که یک دفعه شما روز اولی که ما دیورنجرگه را شروع کردیم و شما فکر میکردین که به این اندازه یعنی ما مقایسه کردیم فعالیت‌های سیاسی خود که دولت افغانستان شما دیدین که همی شما بودین، همی خوارا برادرها بود، همی خوارا برادرهای دیورنجرگه بود یا بود که به چی اندازه سیاست مثبت بازی کردن. دیورنجرگه صدیق متین در خدمتتان امر کنید صاحب. عرض سلام دارم آقای متین به شما. السلام علیکم، احترامات من قبول کنید. شما خوب است، احترام متقابل بر جناب شما، شخصیت شما قابل احترام است، شما محترم هستید. سلام از سیانه میخوایم صحبت‌های از جانبی تان شنیدم. ما زیاد همی بحث تعقیب کردم، صحبت‌های شما را همیشه میشنیدم که دوستا تلفن میکنن چقدر اخلاص دارن همه. ما میخوایم که دمی چون برنامه ما آخر است ما یک پیشنهاد دارم به شما. امر کنید. پیشنهاد ما به این مان است که اونایی که در برابر شما یه حرکت انجام دادن در آلمان، اینا نه تنها که در برابر شما در برابر دایه و کسایی که تلفن کردن در برابر اینا یک عکس العمل نشان داده بدن اونا. ما میخوایم از شما بپرسیم که من ایس نتیجه گیری شما با اینا چی گونه فیصله حقوقی میکنین؟ اینمی را برای ما واضح توضیح بتین، روشن بتین، به خاطر که افکار همگی روشن جو باشه و جهتگیری مناسب بکنن و در برابر اون تلویزیونی که در برابر شما یک عکس العمل نشان دادن، نشرات پخش کردن، در برابر اونا چی میکنین؟ ما میخوایم که اینمی را برای ما واضح توضیح بتین، روشن بسازیم که ما یک دفعه بفهمیم، ما ذهنیت خود آماده بسازیم ببینیم که ما چی گونه روش خود ما اختیار کنیم. حالا می خواهیم از شما بشنویم داخل نتیجه گیری. شما دلاین باشین، شما دلاین باشین بزرگوار، شما دلاین باشین. این موضوع رو میگم، این موضوع از نظر قانونی در جرمنی شروع شده و ما از نظر قانونی موضوع را پیش میبریم و ای که تلویزیون آریانای افغانستان یه حرکت در مقابل ما کردن و ای از صداقت کار نگرفتن، گفتن که ما این موضوع رو نمیفهمیدم، ما ای را چک میکنم چرا این کلپ مجلسی را به اصطلاح گذاشتن، یک برنامه ساز نبود و ای که برنامه ساز کلپ مندازه و موضوع علیحده است و ای که خود آمریت تلویزیونی کلپ مندازه این موضوع علیحده است. این را از نگاه قانونی ما ای چک میکنم. اما باور کنین که خود ما شخصا ما کل از یارا میبخشم، اما چون یا در مقابل دایره ملی حرکت کردن ما یار از نظر قانونی و حقوقی ما که از اینا معامله خواد کردم صاحب. آقای متین مرد دارم به شما. بفرمایید. است که وقتی که مرحله به مرحله می کار پیش میره، در این مرحله به مرحلهش همه را در جریان بانین، مثل که اینمی صحبت کردین امون پروسی همون دعوام هر قدر که مرحله به مرحله پیش میره در جریان نتایجش کلگی را قرار بدید. هزار دفعه صاحب ما این کار میکنم و در برنامه زنده باشین. ما در برنامه این موضوع را ما با شما ذکر میکنم. سعی کنین ببینین همی شخص ملی، همی برادر گرامیم خطاب صاحب، سعی کنین ما حقیقت میگم، ما از این نمیگم که ما در تلویزیون هستم. باور کنین که ما تلفن میکنم میگم خطاب صاحب ما از فلوریدا میایم، اعلانای مکو و این آدم ملی، این شخص گرامی، این شخص افغان اصلی، این دمی هر بریک که میره اعلانات تجارتی میکنه، اعلان مرا تیر کرده میره، اعلان مرا تیر میکنه، اعلان مرا تیر کرده میره، اعلان مرا تیر کرده میره، اعلان مرا تیر کرده میره و به فضل و مرحمت خداوند امی تلویزیون پیام افغان بود که دیورنجرگه قدر رشد کرد و این صدای تلویزیون یک تلویزیون است که در اون طرف خط سرحد، در این طرف خط سرحد و در تمام ممالک در آسیا و اروپا کل تلویزیون میبینه. ما چی بگویم دیگه، ما شخصا از خطاب صاحب ممنون هستم. ای کاش مسکینیار صاحب همی کار میکرد. ما یک موضوع دیگر رو ما میگم که مرا بسیار زیاد غضبناک میکنه. مسکینیار صاحب میگه این تلویزیون پیام شیطان است. شما میگین که این تلویزیون پیام شیطان است. شما ببینین که ترجمه قرآن شریف از این تلویزیون پخش میشه،
اج رفتن در اینجا پخش میشه، CD های قرآن در اینجا از این تلویزیون پخش میشه، قرآن شریف ها که پن که ما خودم خریدیم برای رفیقای خود، برای اولادای خود رو خریدیم، از این تلویزیون پیام افغان با توجه مردم افغانستان میرسه. این دواهایی که از طریق تلویزیون با دسترس مردم افغانستان میرسه. ما خودم اینمی کرر میبینیم، اینمی کرر که از روز میپوشم، ما وقت خسته میشدم، ما بسیار مانده میشدم. چرا ما دیشب مثلا ما 2 بجه شب در کارنتل بودم تا که در اوتل رفتم 3 بجه، ما پس خیستم بر نماز صبح 5 بجه و حتی ما پس افتادیم به اصطلاح ما این آمدم در خدمتتان. اینمی کرا ما نتیجه شدیدیم کاری بسیار خوب است، فعالیت میکنم. باز کسا میگه کیره چطور میپوشی یا میکشی، ما میگم که بدر همین نتیجه را گرفتیم. اینمی آدم همین جمعیم ما از اونجا میاییم، همین خطاب صاحب بی اندازه عزت احترام میکنه. با خدا مرا گفته که اگر ما توان اقتصادی تلویزیون زیاد بود همین کلش مفت میاد با ما ارزان داد بر ساعت خدا. همین آدم زود یا دیر راه حق میره. آدم چرا راستی نگوید، چرا حقیقت نگوید؟ ما از روز اول تا بالا ما دائم تمام حقایقی که بوده راجع به برنامه ها، راجع به مردم و راجع به موضوعات ملی ما حقیقت آمدیم در نمی برنامه در نمی تلویزیون آمدیم به شما حقایق آوردیم. و اگر خدا به خیر روز را بیاره که ما خط دیورند چپه کنیم و برنامه های خدا بندرهای خدا بگیریم، ما طرفدار از اینیم که در آبای گرم بریم و خاک خدا بگیریم. دست پای افغانستان قطع شده توسط انگلیس. آیا شما این کار نمیخواین؟ او برادر چرا نمیخواین؟ اگر نمیخواین او کی است؟ ما خواهیم ببینین ما تقریبا 50 تلفن امنیال باور کنین با والله که تلفن میکفه. ما وقت ندارم، وقتم پر است. 3 ساعت برنامه گرفتم. شما بیاین برنامه تلویزیونی با ما بخرین که کمک شوه برای ما که سر بیادرتان فشار نبیه. این شما ببینین که تقریبا 20-25 یا 30 تلفن آمد، کلش موقف ما را تایید کرد بغیر از 1 نفر و 1 نفر هم او شاید معلومات نداشته باشه یا او از آیسایی باشه که این تلفن منفی در مقابل ما کرد. او کسایی که در مقابل ما حرکت کردین بشرمین، خجالت بکشین. دیگه من نمیفهم با کدام زبان بگم، من دیگه نمیگم. و اینمی آخرین صحبت های ما در این مورد از این توطئه جرمنی. هر کار کردین شما مرا به عزت کده نمیتونین. عزت از جانب خداوند است، حرمت از جانب خداوند است. اگر خداوند روز آورد او کلش کارا میشه و خداوند میفهمین وقتی که بر یک نفر عزت میته ملائک روان میکنه، ملائک برش تعریف میکنه، در گوش مردم میرسانه. ما خو به خداوند عقیده داریم، به رسولش عقیده داریم و صحابه گرامی عقیده داریم. ما شخص پرست نیستیم. شما این فکر کنید رسول الله مبارک وقتی که یاد بودن میگفت راجع به ما گپ نمیزنم، راجع به خود ما راجع به خداوند بزرگی خداوند گپ میزنم. چرا رسول الله مبارک فکر میکرد که شخص پرستی نشه؟ شما باید خداوند پرستش کنین. او برادرای که شما هستین شخص پرستی رو ترک کنین. شما وطن پرستی، وطن دار پرستی را شما انتخاب کنین. چرا یک شخص شما در غضب خداوند میشین؟ شما چرا وطن دوستی را میار قرار نمیتین؟ چرا صدای غریب میار قرار نمیتین؟ چرا ارشادات رسول الله مبارک شما چرا تعقیب نمیکنین؟ بیادر نمیال این بی والا پدر ما خدا و وقت جنتا جایش کنه، جنتا تمام مردای ما جایش کنه. ما پرسان کردم که بابا چند سال هستی؟ که بچیم ما 92 سال است. ما باور کو ما فکر کردم 1 روز ما زندگی کردیم.
اینی نتیجه زندگی ماست. بیایی که افتخارات ملی خود دست بگیریم، بیایی تفرقه را پس کنیم، بیایی گپایی که عزیز بس عزیز بس عزیز بس یا را پس کنیم، بیایی ما وحدت ملی کنیم، بیایی آیسای از بین ببریم، پنجابی را سلطهش خلاص کنیم. او برادرای افغان و برادرای پشتون، بیایی نه تفرقه نیست بین زبان پشتو و زبان دری. کل ما یک برابر، یک مساوی هستیم. خون کل ما شما سرخ هستی، تو نیست که از یکی دیگر رنگ داشته باشه. وقت ما پوره شده با ما اشاره میکنن. ما سلام احترامات خدا با شما تقدیم میکنم. اگر خدا ناخواسته کدام چیز از زبان ما برآمده باشه و موجب نارضایتی شما شده باشه، ما این سر شما نآوردین، خودتون سرش خود آوردین و خودتون جوابگوی ازی باشین. ما از قادری صاحب، فیضی صاحب، تمیم جان، شاد صاحب، گلبهار صاحب، دکتر صاحب جانیار، نظری صاحب، قیمی صاحب، صفدر صاحب، دکتر صاحب بور و سایر خوارا و برادرای خود ما تشکر میکنم. بسیار ایمیل ها آمده، در برنامه دیگه ایمیل ها رو میارم ان شاء الله. که افضل صاحب، لالا افضل، ما در لاین میاریم که تلفن ها کنن، چون نظر به کسا بسیار موضوع بسیار زیاد داشتیم. باور کنید میتونم یک 4-5 ساعت دیگه هم گپ بزنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند جور آرام داشته باشتن.